سلام دوستان، خوش اومد به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم در مورد سیاه‌گوش ها صحبت کنیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. گربه‌سانانی گوشخوارن که با اندازه متوسطن، گوش‌های تیزی داره، با مو پوشیده شده، میکوته گلوله شکلی که انتهاش کاملا سیاهه. سیاه‌گوش‌های کانادایی در مناطق برفی زندگی میکنن. پنجه‌های بزرگتر از حد معمول دارن که در برف سنگی دست چکمه را برای آنها ایفا میکنه. میتوان به بلند بودن پاهای جلویی نسبت به پاهای عقبی و خز بسیار متراکم اشاره کرد. آنها از نظر ظاهری بسیار شبیه گربه‌های دم کوتاه‌اند. سیاه‌گوش‌ها بدون احتساب طول دم معادل 80 تا 100 سانتی متر. دم آنها به تنهایی طولی معادل 10 تا 20 سانتی متر داره. وزنش بین 10 تا 20 کیلوگرمه. خز این جانور بسیار زیبا و متراکمه و بدن آنها را گرم میکنه. خز او در ناحیه پنجه بسیار بیشتر و متراکم‌تره. سیاه‌گوش‌ها نژاد و انواع مختلفی داره و در کل سیاه‌گوش‌ها به پایی اندازه نزدیک به سیاه‌گوش‌های آسیایی دارند. از سیاه‌گوش‌های آمریکایی و کانادایی بزرگترند. آنها به طور طبیعی و غریزی از انسان‌ها دوده میکنند. تماما در شب شکار میکنند. در شکار کردن بسیار توانند و ماهرند. در خفا شکار میکنند. شنوایی و بینایی فوق‌العاده‌ای دارند. آنها قادرند از فاصله حرف متری یک موش کوچک را ببینند. آنها از موش‌ها، سنجاب‌ها و پرندگان تغذیه می‌کنند. علاوه بر تومای کوچک از گوزن‌ها و دیگر حیوانات بزرگتر هم تغذیه می‌کنند. حیوانات منزوی‌اند که غالباً به صورت تکی زندگی می‌کنند و شکار می‌کنند. آنها دو مدل شکار دارند. مدل فعالی که در آن تعقیب طعمه پرداخته و سپس آن را شکار می‌کنند. مدل غیر فعال که در آن در یک جا منتظر میمانند تا طعمه از راه برسه، سپس آن را شکار کنند. سیاه‌گوش‌های ماده سال یک بار توله به دنیا میارند. توله‌های خود را در مناطق همچون درون ترین درخت، درون زمین نخفه میکنند. مدت یک سال در کنار مادر خود زندگی میکنند تا نحوه شکار را بیاموزند. در این مدت سیاه‌گوش نر چون مسئولیتی در زمینه مراقبت و آموزش توله‌ها بر عهده نمیگیره. توله‌های سیاه‌گوش‌ها به خصوص اوراسیایی ظاهری بسیار زیبا داره. دوستان مرسی آنجا همراهمون بودید. لایک و فراموش نشه، کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.